موسیقی نقطه تج تقدیم می کند. بهترین نعمت برای والدین این فرزند است و با فرزند که ها زار که ها بزار. ای آنانی که فرزند ندارد، پس بشنوید. در زمان حضرت موسی یک زن نزد موسی می آید و می گوید: ای موسی، تو که با خداوند در گفتگو هستی، تو که با خداوند در ارتباط هستی، بپرس که در تقدیر من فرزند هست یا نه. هنگامی که حضرت موسی از این زن از خداوند پرسان می شود، خداوند می گوید که در تقدیرش فرزند نیست، برو بر آن زن بگوی. هنگامی که این زن دوباره بر می گردد، حضرت موسی می گوید که در تقدیرت فرزند نیست. بنابراین چیزی نگفته سرش را خم می کند و می رود. در بین قریب 5 سال می گذرد. روز حضرت موسی از کوچه گذر می شوند و می بینند ناگه در کنار آن زن 2 طفلک دوست رو یک. حیران می شوند: آخر خدایا، تو که گفتی در تقدیرش فرزند نیست، این صاحب 2 فرزند شده است. بعدا ندا می آید که آنچنان درم را بکوفت که آنچنان دعا کرد، آنچنان دستش را برداشت که من دست او را خالی بر نگرداندم. بله، اما تقدیر جنبان هم هست. بنابراین در زندگی ناامید نشوید. ناامید شیطان است. موسیقی نقطه تج تقدیم می کند. بهترین نعمت برای والدین این فرزند است و با فرزند که ها زار که ها بزار. ای آنانی که فرزند ندارد،